اینجا تیم وایبه. الان وایب چیه؟ خیلی خوبم. بریم ببینیم چه جوریه. وایب تو چی؟ عالی. خب شروع کنم با تو رفاقت به نظرت همه چی باید گفته شه؟ تو خودت به شخص همه چی رو میگی یه سری راز نگه میداری؟ به نظرم بستگی به رفیقش داره. من رفیقای صمیمیم 90% زندگیمو میدونم. ولی به نظرم یه سری چیزایی که خیلی عمقیه، مثل یه سری مسائل با توی رابطه‌ات، یه سری مسائل تو خانواده‌ات، من ترجیح میدم خودم یه سری نکات و رازا رو تو دلم نگه دارم. تو رفیقات الان همه چی به نظرت میدونن یا نه؟ 90% زندگیمو میدونن. یه سری چیزا هستش که ترجیح میدم همیشه تو دلم نگه دارم. اینجوری به نظرت رابطه رفاقته بهتر پیش میره یا نه خودت احساس راحت‌تری داری؟ به نظرم جفتش. یعنی یه سری چیزا نیاز نیست که مثلا بدون رفیقت فرقی براش نه فرقی که نمیکنه. این رازای منه، نیاز نیستش که همه بدون. بعد اینجوری من خودم هم راحت‌تر شاید باشم. مرسی. آره دیگه. محمد من نمیگم همه چی رو معمولا، ولی یه سری جایی یه سری چیزایی باید بگم. اون وقت میتونی خودت باش کنار بیای. ببین آره به قول سهیل بستگی داره راضی چی باشه دیگه. یه سری چیزا رو شاید مشورتی باشه رازه، ولی یه سری چیزا نه. یه رازیه که شاید نتونم مثلا به کسی بگم. حالا به نظر تو همه چی رو باید خانواده بدونه؟ میتونه تفریح باشه، میتونه یه سری از کارهایی که بیرون انجام میدی باشه یا هر چیز دیگه. خانواده به نظر من باید از یه جایی بعد خیلی باشون رفیق شی. خب تو شخصا خودت همه چی رو میگی؟ ببین همه چی رو نه، ولی خب من جدیدن سعی میکنم چیزایی که خیلی نمیتونم خودم از پسش برمیام و بهشون بگم، مخصوصا مامانم. حالا اگه بگی به نظرت بهتره یا نه؟ به نظر من میتونی خالی شی. وقتی به خانواده‌ات بگی هم بهتر کمکت میکنن، هم خودت از اون پر بودنه در میاری. حالا به نظرت اگه توی این خانواده ما گفتیم درک میکنن یا یه رفتاری که فکر میکنی انجام میدن؟ خب دیگه اون بستگی به سبک و مدل خانواده‌ات داره دیگه. باید صحبت کنی ببینی چه جوریه. تو خانواده‌ات چه جوریه؟ با همه چی کنار میان که بهشون بگی؟ خانواده من اکثرا تا جایی که من باشون صحبت کردم، جایی که خیلی پیش خودم اذیتم می‌کرده رو بهشون گفتم، اکثرا کنار اومدن. تو چی سوی؟ به نظر من خب خودم شخصا یه خانواده‌ای دارم که خیلی باشون رفیقم. با هم دیگه نداریم، با هم دیگه همه چی رو در میون میذاریم، ولی به نظر من از اونجایی که خانواده همیشه یه دیدگاه دلنگرانه نسبت به بچه‌هاشون دارن، شاید طرز فکرشون هم فرق کنه با ما، دغدغه‌های ما رو درک نکنن. دقیقاً. و می‌بینیم شاید مثلا یه سری مسائل داره پیش میاد برای من که از دید من اونقدر بزرگ نیست میتونم حلش کنم، ولی اون نگرانی و استرسی که به خانواده میده مثلا 10 برابر چیزی که من خودم دارم مثلا تجربهش میکنم. برای همین به نظرم همه چیزو نه، به نظرم یه سری چیزا چه چیزایی رو هیچ وقت به خانواده‌ات نمیگی؟ یه سری ارتباطات با رفیقات یا یه سری ارتباطات با پارتنرت؟ بستگی داره به اون داستان. تو هر داستانی بوده که مثلا نخوام بگم. مثلا تو به نظر من نیازی نیست جزئیات رابطه تو خانواده‌ات بدونن، جزئیات ریزشو یا تفریحاتی که با رفیقات می‌کنن جزئیاتشو بدونن، خیلی مسائل. ولی کلیاتو همیشه سعی کردم به خانواده‌ام بگم، سعی می‌کنم زیاد نگرانشون نکنم. خب حالا به نظرت رفتاری دیدی که مثلا گفتی کاش نمیگفتم به خانواده؟ ببین اگه رفتاری هم دیده باشم نسبت به این بوده که مثلا میگم یه داستانی بهشون گفتم و دیدم چقدر نگران شدن، آشفته شدن، یعنی ذهنشون رو درگیر کرده. برای همین ترجیح میدم هر مسئله رو نگم به خانواده. خب بریم سوال بعدی. یه سوال یه ذره فلسفی ترش کنیم. به سرنوشت اعتقاد داری؟ یعنی همه چیز چیده شده است برات، یا اینکه با انتخابات زندگی تو تغییر میدی؟ مسیری که قراره تهش بهش برسی به نظرت عوض میشه با انتخابات؟ به نظرم 100% دقیقاً به همین انتخاب است. چون همیشه حق انتخاب ما داریم. 90% اوقات ما حق انتخاب داریم. دقیقاً انتخاباتمونه که خب به نظرت این انتخابی که تو داری میکنی هم برات چیده نشده؟ خیلی این دیگه دیده فلسفی باید نسبت بهش داشته باشی. به نظر من ما نسبتاً تا جایی که مثلا در توانمون هست میتونیم با انتخاباتمون آیندهمون رو تغییر بدیم. اون کلیته به نظر تو عوض میشه یا جزئیاته؟ من اونجوری به نظر میاد همه چی چیده شده باشه. به نظر من دست خودمونه تا 90%ش. از شانس چی میشه این وسط؟ شانسمون 10% هست. خب محمد تو چی؟ به نظرت همه چی چیده شده است یا با انتخابات عوضش میتونی بکنی؟ سرنوشت ته چیزی که قراره تو زندگیت بهش برسی به نظرت از الان مشخصه یا انتخابات تو آینده عوض میکنه اینو؟ نه به نظر من انتخابات عوض میکنه. چون اصلا خودم یه مسیر دیگه بودم، الان یه جای دیگه ایم. با همین سوالی که از سوال پرسیدم به نظرت همین این خودش چیده شده نیست؟ اونش دیگه من نمیدونم، ولی به نظر خود من به انتخاب بستگی داره. چون مثلا من از یه جایی به بعد مثلا می‌خواستم این کارو کنم،
این کار نشده، یه چیز دیگه توی کاری دیدم مثلا رفتم تو اون یکی کار. این به انتخاب خودم بستگی داره. اینکه چیده شده اینا رو من قبول ندارم اونجوری. تو خودت چی فکر می‌کنی؟ من به نظرم با تلاشی که آدم میکنه میتونه سرنوشت رو تغییر بده. ببین تا یه حدیش نوشته شده ولی تا یه حدیش هم ممکنه به انتخابا ربط داشته باشه. من اعتقادم اینه که بالاخره یه خالقی هستش. حالا هر چی اعتقاد داری دیگه، یکی کائنات خدا، حالا هر یکی چی. کارما، یکی طبیعته. من خودم به نظرم 50-50، یعنی هم سرنوشت ما داریم هم انتخابات تاثیر میذاره. حالا نمیدونم این درصد چقدر درسته ولی به نظرم هم اون یه بیسیکی چیده شده برای ما، هم این که یه سری انتخابامون میتونه یه سری چیزا رو عوض کنه. من به نظرم حالا 90% به نظرم تو اون مسیره هست. حالا انتخابای اشتباه میتونه آدمو تغییر بده، انتخابای درست هم میتونه باعث بشه که حالا بیشتر آدم پیشرفت کنه یا به تو اون مسیری که زودتر بره جلو. به عنوان آخرین سوال، الان زندگی شبیه چه موزیکی؟ ببین من چون سیاوشو خیلی دوست دارم، یه تیکه آهنگش هست میگه من همونم که همیشه غم و غصه‌م روش اومده. الان تقریبا اونم. به چی سوال؟ من موقعیت اینجوری نیستم که بخوام زندگیمو شبیه کنم مثلا با آهنگی و این داستانا، ولی مثلا الان خیلی رو مود آهنگای هیپوپولوژیستم، مثلا آنتی سوشالشو با اینکه قدیمی خیلی جدیدن گوش میدم، به وایبم خیلی نزدیکه.